همه ما یه بخشایی تو وجودمون داریم که دوست نداریم کسی ببینه. چیزایی که قایمشون میکنیم، انکارشون میکنیم یا یه جورایی اصلا دوست نداریم اونا باشیم. به این بخشای پنهان وجود میگن سایه. سایه ها هیچ وقت در روان ما از بین نمیرن. اتفاقاً میرن پشت صحنه ذهن و مثل یک بازیگردان از همونجا روی رفتار و تصمیمامون اثر میذارن. جالب اینه که معمولاً بقیه، به خصوص آدمایی که با همون خوب نیستن، سایه هامون رو زودتر از خودمون تشخیص میدن. اما اینو باید بدونیم که سایه ها دشمن ما نیستن. اتفاقاً بخش مهمی از روان ما هستن. وقتی باهاشون روبرو میشیم و به اصطلاح صاحب سایمون میشیم، رفتارامون قابل فهمتر میشه. و با شناخت اونهاست که میفهمیم چرا بعضی وقتا رفتارهای عجیب و ناشناخته از خودمون نشون میدیم. با روبرو شدن با سایه هامون کم کم خود واقعیمون رو تجربه میکنیم، نه یه نسخه نمایشی و جعلی که سالها به جاش زندگی کردیم.